گمش کنه. همون که دیگه نیاریم دیگه. چی آدم خوبیه. ببین کلوپیک بگیر میده که چرا تو کلوپیک به سر خون. خب کلوپیک به سر خون میکنی یا نمیکنی. باید تو چی به تو ربطی نداره. ولی سیکو رسید به تو چی میگه. او بشون و رفاقت ممکنیه که ما بریم دیگه به احمد تن دیم، به محمود تن دیم، به دو تن دیم، یا بگی به دو تن نمیدیم یا به دو تن نمیدیم. این گپا برای کفار بگونی هستم. بابا که اونجا بریم مثل برادرانه بریم مثل رفیقیم به براریم بینم این چنده که میشینیم که ساعت متیشه. یک دبزی بگی که بچون نیست که یک دبزی بگی چه کلوپیک به ساعت یک دبزی بگی چه موات میتنه یک دبزی بگی چه توی تنی هر که اختیار خود داره دیگه. ها مرد بری مرد بری بشون به تو بگو که لالا اول اینجا مثال میده کده با نرو ببینه چورو نه اگه میری لالا حد بول برو هر کار که ما میکنیم همون کار خودی ما بکنه که ولی اگه تو دیگه خودی رفیقا کن گشتی رفیقا که دیدم ما بتنیم ما بگو از خود شخصیت داریم خدای نخواسته. لالا دل جمع باش خجالت نکشم خوش داری. آه نه هم تو سیکو هم تو خوش داری که پیش چهار تا رفیق تو تنه زنه يعني ما مثلا نو مسعود و احمد و محمود و همین یکی رفیق دیگه مکدر شده چی داره امید. حال ما از خودیم نه ما از خودیم هر چی بگم ما تعامل بکنیم یا میتونه مثلا دمیت هست دیگه مو آزاده دیگه هر چی میگه و هر چی نمیگه خودی چون خودی دیگه آدم شیشته او با تابا مو آدم با همون توار اومده خودی وقتی میشین اینا رو بگو عدل مؤدبانه. آه حالا میای خودی ما بیا با دل بریم همه چی مقبول همه چی که هر کار ما میکنیم همه هر شوخی که ما میکنیم همون کارا رو همون شوخی ها خودمون با اگر دیگه دیگه میفهمید که با معبود معبود تو بیت باید نمیگیری ببین ابتیا میکنی بقول لا نه حالا خود ما شما 5 نفر افوا هستیم چند سال خود انتظارش موضوع تو گفته خلاصه برای بقول لا خوبه باشه چی کار بار باشه رولای بخیر بشی رسیدم یارو خوشحال بشی بخیر بشی خانواده را سلام برسون علیکم سلام من سلام میرسم یارو خوشحال بشی برو خدا حافظ خدا حافظ. فکر میکنه که ما هم مثل رفقات دگیونیم. نه بابا تو اگه خودی 4 تا دیگه بشی کردی که اونا مثلا بیاره دهن بیدن اینجا که بیایی در مقبول سنگین به سر جا خود بشیدیم همون تو مؤدبانه خودی ما رفتار کنیم ما مثل از یک قوة دیگه نیم. سلام بابا جان کجا بودین؟ علیکم سلام و تو چیکار کجا بودین؟ حال بگرم با تو هم بگم که با کجا بودم با کجا نبودم ها؟ خب بابا جان از شما سوال کردم نمیگه که تو از من سوال کنی پیار تو منو یا تو پیار منی ها؟ که با کجا میرو با کجا نمیرو چوک بچه دو کو کجا مدار با کجا رفته با مدار برفتم سرا خاله چرا لا اله الا الله محمد رسول الله. آخ با تو چی البته مدار تو کار دارم با بیلا نمیفهمم شما چه کار رو شده و بعد کاری داری به من بگین کامله داره تو هم به چی بدی به تو هم میگم مدر تو کمت به مدر تو هم میگم خیلیته گپ پیچیده شده نه گپ پیچیده نیه فقط همون فرمای بگم که زن گرفتیم چی؟ شما زن کردین بله زن کردیم میگرم از شما آلی جناب اجازه میگرفتم
بعدیا که نگاه رو مردم در اجازه میگرفتیم، چون وقت زن گرفتن منه نی از شما. ای که من زن بگیرم یا نگیرم، کار بکنم یا نکنم، ای به تو هیچ ربطی نداره. بفهمید یا نه؟ خلاص پیار تو من. اگه من بچه همی خونه باشم، اگر شما قدشتون کار بگین زن گرفتم نه، اگه اون لنگ زهرشون به این خونه آمد هرچی ماستین بنا بگین. بفهمیدین یا نه؟ تو هیچ کاری کردی نمیتونی چون به پیار کنم. برو کار کو، از شون بزنو کو پیدا کو، برو زن کو. نه اینجا پول مفت ندارم که توال جرا برن زن بده. وظیفه شما را که مرزنده نگه پیارا نگاه کنید، بیشتر به فکر بچه ها کنم، بچه ها کنن زن بدن، مثل شما نمیکنن که برم زن بیومه بگیرم. وای مادر رو چه کار شده بود؟ یک شما میکنه، کاسه شما میکنه، درد شما میشوره، خونه شما جلو میکنه، وزد میمون شما جمع جور میکنه، دگو کاسه میکنه، آخر هم حق مادر ممیده که شما بده سر زن بگی بیاری. من اختیار دارم. خلاص خوب شما این کار بکنید، ولی این بفهمید که دیگه شما به نوم دلبر بچه ندارید. خلاص شما به روز امروز که به قصدی ما باشید به قصدی خود کنید، بریم به سر بودن مسکین به انباق میاریم. ما برو با کجا داری که بری؟ خونه مامان مایی بری، خونه خاله مایی بری، خونه بیبی خو مایی بری، به هر جا بری بیشتر وقت نداری. وقت برو آخه میگن پس نمی خونه بیایی. فهمیدی یا نه؟ حیف که به بچه شما رو حیف. برو که رفتارتو ببینم.